فرض کنید چشمانتون را باز می‌کنید و خودتان را تنها روی یک جزیره گرمسیری دورافتاده می‌یابید. هیچ آدم دیگری در اطراف نیست و فقط ساحل، دریا و جنگله. در چنین شرایطی مهمترین عامل برای بقا خونسردی و برنامه ریزی هست. وحشت زدگی دشمن شماست. باید آرامش خودتون رو حفظ کنید و با ذهن روشن اولویت‌های زنده ماندن رو تعیین کنید. پس ابتدا چندین نفس عمیق بکشید. محیط اطراف رو بررسی کنید و منابع قابل استفاده مثل قطعات قایق یا وسایل نجات رو جستجو کنید. اکنون بیایید گام به گام ببینیم چه کارهایی برای زنده ماندن باید انجام دهید. تعیین اولویت‌ها و حفظ آرامش. ابتدا شرایط جسمی خودتون رو چک کنید. آسیب دیده اید یا نه و سپس پناه بگیرید. به یاد داشته باشید که در قواعد بقا انسان بدون هوا 3 دقیقه، بدون آب 3 روز و بدون غذا 30 روز زنده میماند. پس وحشت نکنید و بر نیازهای اساسی تمرکز کنید. یافتن آب شیرین، اولویت حیاتی. آب مهمترین نیاز شماست، چون تنها تا حدود 3 روز بدون آب زنده میمانید. به دنبال سرچشمه آب شیرین مانند جویبار یا چشمه بگردید. اگر آب مشکوکی یافتید، قبل از نوشیدن حتما آن را بجوشانید تا میکروب‌هایش کشته شوند. در جزیره‌های گرمسیری نارگیل میتونه منبع عالی آب و الکترولیت باشه. هر نارگیل تا نیم لیتر آب غنی داره و میتونه 1 روز شما رو زنده نگه داره. حتی میتونید با وسایل ابتدایی آب شور دریا رو تقطیر و به آب قابل شرب تبدیل کنید. مثلا با ساختن دستگاه تقطیر خورشیدی با بطری پلاستیکی و نور آفتاب. پناهگاه و سرپناه ساختن. آفتاب سوزان روز و بارش‌های احتمالی شب میتونه شما را از پا در بیاره. پس جای امن برای محافظت از خود بسازید. اگر غاری امن یا صخره‌ای بیرون زده دارید، از اون استفاده کنید. وگرنه با شاخه‌های درخت و برگ نخل‌ها یک سرپناه کوچک درست کنید. سرپناه علاوه بر محافظت فیزیکی، از نظر روحی هم به شما احساس امنیت میده. سعی کنید محل سرپناه کمی بالاتر از ساحل باشد تا از سیلاب در امان بماند و نزدیک منابع آب و غذا باشه. افروختن آتش. آتش برای زنده ماندن حیاتیه. هم گرما و نور میده، هم امکان تصفیه آب و پختن و غذا رو فراهم میکنه و همینطور حیوانات مزاحم رو دور نگه میداره. با استفاده از چوب‌های خشک و کمی خرده برگ یا الیاف نارگیل آتش رو روشن کنید. اگر ذره‌بین یا شیشه ذره‌ای ندارید، میتونید از تکنیک‌های سنتی مانند چرخاندن چوب یا همون دریل دستی یا ایجاد استحکاک بین 2 چوب استفاده کنید. ممکنه روشن کردن آتش زمان بر باشد، اما تسلیم نشوید. تداوم و پشتکار کلید موفقیت است. وقتی آتش روشن شد، همیشه مقداری هیزم خشک در دسترس داشته باشید تا خاموش نشود و مجبور نباشید دوباره این فرایند سخت رو از اول انجام بدید. تأمین غذا. بدن انسان تا چند هفته بدون غذا زنده میمونه، اما برای حفظ انرژی و روحیه بهتره هر چند زودتر به فکر خوراک باشید. در ساحل میتونید به دنبال نارگیل و میوه‌های استوایی دیگر بگردید. نارگیل علاوه بر آب، گوشت پرکالری هم دارد که هر کدام تا 2000 کالری انرژی به شما میده. همچنین خرچنگ‌ها، صدف‌ها و ماهی‌های کوچک در گودال‌های جزر و مد یافت میشن. با تراشیدن یک چوب نوک‌تیز میتونید نیزه دستی درست کنید و ماهی‌های نزدیک ساحل رو شکار کنید.
اگر بطری پلاستیکی یا تکه تور ماهیگیری از لاشه قایق یا ساحل پیدا کنید، میتونید یک تله ماهی بسازید. یادتون باشه که انرژی خودتون رو بیهوده هدر ندید. ابتدا سراغ میوه‌های رسیده دم دست برید. یعنی غذاهایی که کمترین تلاش برای به دست آوردنشون نیاز هست، مثل نارگیل‌های افتاده یا صدف‌های ساحلی. پس از جمع‌آوری خوراک، حتما در صورت امکان غذاها رو روی آتش بپزید تا باکتری‌ها و انگل‌های احتمالیشون کشته بشن و قابل هضم شوند. ارسال علامت برای نجات. پس از تأمین آب، غذا و سرپناه، نوبت اون هست که به فکر نجات باشید. علامت دهی به کشتی‌ها یا هواپیماهای عبوری شانس شما رو برای دیده شدن افزایش میده. میتونید روی ساحل با سنگ‌های درشت یا شاخه‌ها علامت بزرگی مثل سوس یا هلپ درست کنید که از دور دیده بشه. همچنین آتش رو در محلی باز روشن کنید و مقدار زیادی برگ سبز تر یا علف مرطوب روی اون بندازید تا دود غلیظ سفید بلند بشه. این دود ستون مانندی در آسمان ایجاد میکنه که از فاصله دور هم قابل مشاهده است. اگر روزی هواپیمایی در آسمان دیدید یا کشتی در افق ظاهر شد، سریعاً به سمت ساحل بدوید. آتش رو شعله‌ورتر کنید یا با چیزی انعکاس نور بدید تا متوجه حضور شما بشن. به محض دیدن هر نشانه‌ای از امداد با تمام توان جلب توجه کنید. در تمام مدت یادتان باشد که روحیه‌تان را قوی نگه دارید. تنهایی در یک جزیره میتواند بسیار سخت و دلسرد کننده باشد، اما انسان توانایی شگفت انگیزی در تطبیق با شرایط سخت دارد. برای خودتان اهداف کوچک روزانه تعیین کنید. مثلا امروز سرپناهم را تکمیل میکنم، فردا مسیر چشمه را علامت گذاری میکنم و بابت هر پیشرفتی خودتون رو تحسین کنید. با طبیعت اطراف دوست بشید، زیبایی طلوع و غروب خورشید رو ببینید و خودتون رو زنده و قوی‌تر تصور کنید تا زمان نجات فرا برسد. اگر از این سناریوی بقای هیجان انگیز لذت بردید، حتما این ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو بنویسید که اگر جای این فرد بودید چه کار دیگری می‌کردید. برای دیدن سناریوهای جالب بعدی کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا هیچ کدوم رو از دست ندید.